بزرگترین استاد کلام بدیع ادبیات تاجیک نظامی گنجوی به حساب می رود. خمسه دلپسند و بیگزندی او از شاهکاری های فرهنگی دنیا اعتراف گردیده است. شاعر در نتیجه سفرهایش به عراق و تبریز در میان اهالی این شهرها گشته تجربه های زیادی زندگی انداخته و دیده و شنیده‌اش را روی اوراق سفید نقاشی کرده است. شاعر شیرین کلام تاجیک با امر تقدیر در شهر گنجه آذربایجان به دنیا آمده در همین شهر خاک شده است. پدر و مادر نظامی که یکی از دانندگان علم و معرفت و خط و سواد بودند در تربیه فرزندانشان کوشیدند و همه شرایط را برای علم آموزیشان مساعد کردند. والدین در تربیه الیاس خردکک که من بعد با نام نیزامî گنجewî میان اهل علم و ادب مشهور گردید بیشتر توجه می‌کردند، زیرا در او نشان معرفت و به علم‌های زمانه توجه را مشاهده کرده بودند. برادرش قوام متریزی از این شوق و رغبت نظامی بهره برده او نیز به دانش گروید. چندین شعر و نوشته ها از او باقی ماندند. از روی دوره‌بندی تاریخی ادبیات عصرهای 9 و 15 مخصوصاً مرحله کلاسیکی رشد عنوان دارد که این مرحله از تمام دوره‌های تاریخی ادبیات متفاوت است. این مرحله پیش از همه با آن متفاوت است که در این دوره بهترین آثار، بهترین کشفیات‌های ادبی، اهل نبوغ ایجادکار روی هستی آمده است و در تشکل و تحول و رشد و انکشاف کلام هنری ملی خدمت نهایت سزاوار کردند. ادبیات کلاسیکی تاجیک در این دوره تشکل کرد و در عصر 12 یکی از هیکل‌های بزرگ آثار منظوم این ابومحمد الیوس بن یوسف بن زکی بن مؤید حکیم نظامی گنجوی است. در تاریخ ادبیات خاصه در آثار منظوم، کلام هنری منظوم، نقش نظامی نقش بنیادی است. بعد از وفات والدینش تربیه او بر دوش تقایش عمر می افتد. علمهای تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق، علم ادب، بلاغت کلام، علوم طبیعی، طب، ستاره شناسی را خوب از بر می کند. در علم نجوم پیش دست بود و در مثنوی خسرو شیرین چنین آورده است: من هم دانسته در پرگار عالم به تصریف و نجوم اسرار عالم، هم از چی فلک جدول به جدول به استرلا به حکمت کردم حل. این نابغه ایجادکار پیش از همه با اون خاراکترناک است که او بار اول در تاریخ ادبیات به ایجاد خمسه بنیاد گذاشت. نخستین کسی هست که خمسه را بنیاد گذاشت و خمسه اولین کسی که جواب گفت. شما ببینید که خمسه در شرق علاقه شهرت عالمگیر پیدا کرده بود. این کشفیات ادبی تمام ایجادکاران را به حیرت آورده بود. باید قید کنیم که نظامی گنجوی تمام این علمها را به طور خودآموزی ازبر کرده است که این به هر کس دست نمی دهد. شاعر استعداد عالی آموزندگی داشته است و این من بعد اجادیاتش را زینتی دیگر بخشیده است. آنچه که نظامی گنجوی را در میان دوستداران کلام بدیع مشهور گردانید این اثری پنجگانه او خمسه می باشد که 5 گنج نیز می نامندش. به این معنی عبدالرحمن جامی در بهارستان آورده است: آنقدر لطایف و دقایق و حقایق که در کتاب 5 گنج درج کرده است کسی را دسترس نیست
بلکه مقدار نوع بشر نیست و بیرون از آن کتاب از وی شعر کم روایت شده است. این سخنوری توانا با طبع سرشار و محبتی بلند و استعداد ذاتی به ایجاد کلامی بدی و کلامی جدیت نگریسته از خود نه تنها 5 گنج که این بها تنها خاص خمسه ای است، بلکه گذشته از این مکتب و رویه ادبیات را باقی گذاشت و در ادبیات مردم مشرق زمین تا به هنوز شهرت و اعتباری اولیه خود را نگاه می دارد. با این شاهاستر در میان مثنوی نویسان جایگاهی مهم دارد و پیشتاز سرایان بعدی شناخته شده است. این 5 اثر گوناگون، مثلا اثر یکم این مخزن الاسرار است که سالهای 1175 79 ایجاد شده است و از 2260 بیت عبارت است. اثر دوم این خسرو و شیرین است که سال 1180 ایجاد شده است. اثر سوم لیلی و مجنون است که بار نخست در تاریخ ادبیات حکیم نظامی این اثر را آفرید. درباره پیدایش این اثر اندیشه ها خیلی گوناگونند. حتی اندیشه است که لیلی و مجنون گویا به یونانی ها پیروی شده باشد و منبع پیش می آورند کیس و لیلاکیس. کیس یعنی قیس، لیلاکیس لیلی. ولی اکادمیک ایگنات یولیانویچ کراشکوفسکی با دلیل های بسیار قوی اثبات میکند و برتلس نیز بسیار با دلیل های قوی اثبات میکنند که این اثر یونانی الاصل نبوده، صرف نظر از آن که تا حکیم نظامی این اثر شهرت خیلی بزرگ پیدا کرده است. همین ابرزها مثلا استاد رودکی هم حتی بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگیرید ابر برگردون بسان دیده مجنون. ببینید هنوز در عصر 10 این ابرزها در شرق در ادبیات ما خیلی نفوذ پیدا کردند و نظامی اولین کسی است که داستان جداگانه در این مسئله ایجاد کرد و این اثر بیش از 4000 بیت است. مرا چون خاطیف دل دید دمساز، برآورد از رواقی همت آواز. که بیشتاب ای نظامی زود دیر است، فلک بد عهد و عالم زود سیر است. بهاری نو برار از چشمه نوش، سخن را دست باف تازه در پوش. در این منزل به همت ساز بردار، در این پرده به وقت آواز بردار. کمین سازن اگر به وقت رانی، سر اندازن اگر به وقت خوانی. زمان بگشای چون گل روزک چند، که از این کردن سرسن را زبان بند. سخن پولاد کن چون سیکه زر، بدین سیکه دیرم را سیکه می بر. بیشتری نابغگان ادبیات تاجیک و مانند امیر خسروی دهلوی، خواجه کرمانی، عبدالرحمن جامی، بدرالدین هلالی، سلمان ساوجی، شمس‌الدین شاهین و دیگران از مکتب ادبی او بهره بردند. چهارم اثر 7 پیکر است یا بهرامنامه است و از 5500 بیت عبارت است. نزدیک به 6000 بیت را در بر بگیرد و منتها اسکندرنامه است که این سالهای 1191 1200 ایجاد شده است و این کلانترین اثر در ترکیب خمسه است. این 10,500 بیت را در بر میگیرد. یعنی با خمسه شهرتش به اندازه بود که چاپ کننده این مثنوی وحید دستگیردی صریحاً تاکید میکند که از سنادید سخن و بزرگان شعر باستان جز سنایی و فردوسی هیچ کس شایان مقایسه و سنجش با نظامی گنجوی نیست، زیرا دیگران از قبیل انوری و خاقانی و جلال‌الدین و کمال‌الدین روشن و سبکی دیگر داشته چیزی مهم و قابل قیاس نیستند. خمسه حکیم نظامی گنجوی که بزرگترین کشفیات در کلام منظوم اپیکی است، میان سالهای 1175 1200 1203 حتی روی کار آمده است. این اثر گفتن ممکن است که یک کشفیات بزرگترین ادبی در جهان بود، زیرا 55 نفر ادیبان در عصرهای گوناگون، من این معلومات خیلی معلومات جالب است که در عصرهای گوناگون 55 نفر ایجادکاران خمسه ایجاد کردند و با اثرهای جداگانه و باز
خیلی اثرها ایجاد شده است. مثلا دایر به مخزن الاسرار 80 اثر ایجاد شده است. یا مثلا لیلی و مجنون بعضی ها 120 گفتند ولی 147 اثر دایر به لیلی و مجنون ایجاد شده است. معلوم می شود که در ایجادیاتش تمام مهارت شاعری دیده می شود و کوشیده است که در تابش سخن و دور معنی ساختن نقطه را به زری خالص تبدیل دهد. بسی گنجهای کهن ساختم، در اون نقطه های نو انداختم، سوی مخزن آوردم اول بسیج که سستی نکردم در این کار هیچ. خمسه انگون یکی از کشفیات های ادبی است که در مرحله کلاسیکی رشد روی کار آمد و در کوتاه‌ترین مدت تاریخی خمسه شهرت عالمگیر پیدا کرد. این 5 اثر گوناگون، مثلا اثر یکم اثر صرف دیداکتیکی تربیوی اخلاقی فلسفی است. اثر دوم مثلا اثر مثلا اپیکی است که فرض کردیم قهرمان‌هاش تاریخی اند. اثر سوم اثر صرف رمانتیکی است، لیلی و مجنون. و همین گونه مثلا اسکندرنامه که صرف اثر حماسی است، یا مثلا بهرام هفت پیکر که این هم جنبه تاریخی قوی دارد. انکو سوال به میان میاد که این 5 اثر رو چه چیز متحد کرده است؟ چرا این رو مثلا خمسه نامیدن؟ 5 اثری که تماما قهرمان‌هایش مثلا در همدیگر اشتراک نمیکنند و چه چیز مثلا وادار کرده است که این خمسه نام بگیرد؟ یگانه موضوعی که در این 5 اثر یگانه است و این 5 اثر را همچون خطی سرخ از میان 5 اثر میگذرد، موضوع عدالت است. از نظامی گنجوی شاعر شیرین کلامی ادبیات تاجیک میراث ارزشمند باقی مانده است. خمسه داستان مخزن الاسرار عبارت از 2250 بیت، داستان خسرو و شیرین، لیلی و مجنون عبارت از 4600 بیت، هفت پیکر، اسکندرنامه، شرفنامه در برابر اثرهای آفریده نابغگان ادبیات تاجیک موقع مهم دارند و برای دوستداران کلامی بدیع مخزن علم و معرفت و آموزنده آداب و اخلاق حمیده انسانی به حساب می روند. مخزن الاسرار یک مثلا مثال میارم، حکایت سلطان سنجر و پیرزن مظلوم که بنیادش عدل است. پیرزن را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت، که ملک آزرم تو کم دیدم، از تو هم از سال ستم دیدم. من ببینید بنابر این که مثلا کمپیر که دادخواه هست و نزد مثلا دادده می رود و داد می خواهد، انا بینید انا همین موضوع عدل است که من بعد در اثرهای دیگه همچون خطی سرخ از میان آنها میگذرد. انا سوال به میان می آید که مخزن الاسرار بر این اثر تماما مشهور که تا نظامی کسی در این سطح چنین اثر نآفریده است، چگونه این اثر ظهور کرد؟ آیا پیش از این یگان اثر با وجود آمده است که به مخزن الاسرار تاثیر کرده است؟ این موضوع نیز یکی از موضوعهای نو در تاریخ ادبیات است و گفتن ممکن است که خود نظامی در داخل مخزن الاسرار قائل است که این اثر زیر تاثیر بزرگترین اثر در تاریخ ادبیات، اولین اثر دیداکتیکی تعلیمی تربیوی اخلاقی، حدیقت الحقیقت و شریعت الطریقت ابوالمجد مجدود بن آدم صنایع غزنوی این اثر را ایجاد کرده بود و خود صنایع در فقریه هایی که در داخل این اثر آمده است یک کشفیات ادبی میداند. کشفیات میداند که اگر شرط میگذارد که اگر کسی پیش از من چنین اثر گفته باشد نامبر کنید یا اینکه پیش بیارید. میگوید نیست چنین اثر، من میگوید این اثر را بار اول گفتم و این تا به حشر جهانیان این گونه اثر را دیگر ساختن نمیتوانند.
و یک چیز دیگر رو باید بگویم که این اثر و چنین اثرها توسط آثار فریدالدین عطار نیشاپوری تحول کرد و به بلندترین نقطه در تاریخ ادبیات این نوع اثرها رو مولانا جلال‌الدین بلخی، یعنی مثنوی جلال‌الدین بلخی است که در پیروی حدیقه ایجاد شده است. و حتی در اول عصر 17 عبداللطیف عباسی اندیشه دارد که مثنوی معنوی در شرح حدیقه باشد. اولین کسی است که مثنوی معنوی را شرح حدیقه میگوید. انکون می‌گوییم سری مسئله کشفیات نظامی نیز نهایت درجه مثلا در تاریخ ادبیات نقش دارد، برای آنکه همچنان که عرض کردم تنها در شکل 5 اثر جداگانه 55 خمسه ایجاد شد. مکتب حکیم نظامی مکتبی آموزنده بوده در رشد و نمو زبان ناب تاجیکی و ادبیات پرغناوت ما سهمی ارزنده گذاشته است. هر یک داستان پنجگانه خمسه حکیم نظامی به شاهان دورش بخشیده شدند. در این داستانها شاعر وضع اجتماعی و فرهنگی و ادبی دربار و عدل و عدالت شاهان دور را ستایش و نقاشی کرده است. کسی که بر نظامی می برد رشک، نفس بی آب بیند دیده بی اشک. بیا و شب ببین کان کندنم را، نه کان کندن ببین جان کندنم را. به هر دور که از دهن خواهم برآورد، زنم پهلو به پهلو چند ناورد. به صد گرمی بسوزانم دماغی، به دست آرم به شبها شب چراغی. فرستم تا ترازو دار شاهان، جوی چندم فرستد عذرخواهان. حکیم نظامی به این واسطه در تاریخ ادبیات بزرگترین نقش ناتکرار بازیدند. همچون نماینده مرحله کلاسیکی رشد حکیم ابومحمد ایلیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی نقش ناتکرار بازیدند. کشفیات ادبی که این شخصیت با وجود آوردند ادبیاتمون را به دوره‌های من بعدش فرا گرفت که این از شهرت نظامی و آثاری رو درک بدهد. خمسه دارای محتوای گوناگون اجتماعی بوده و تصویر عشق پاک، شور و شوق عاشق و معشوقه، در راه به وصال رسیدن، منظره‌های پرجاذبه طبیعت و سخنان حکیمانه سازنده و استفاده صوری خیال نگاشته شده است. خمسه نظامی 30,000 بیت است. از این 30,000 بیت 26,500 بیت امروز در دست است. یعنی از این اندک مقدار از بین رفته است. اکنون مسئله دیگری که پیش می آید جواب نخستین جوابیه یا اینکه تا سیمین جوابیه که مثلا جوابیه های بنیادی اند، آنها نیز بر روش من بعده به تحول من بعده خمسه سرای نقش دارند. کیها اند و چگونه اثر ایجاد کردند و به نظامی چگونه پیروی کردند. نخستین جوابیه به خمسه در قلمرو هند ایجاد شد. این چی معنی دارد؟ این همین معنی را دارد که در کوتاه‌ترین مدت این اثر تمام شرق را تسخیر کرد، ایجادکاران را به هیجان آورد. بنابراین به خمسه نظامی اولین شده امیر خسرو دهلوی جواب گفت و خواجه کرمانی وقتی که به خمسه نظامی و امیر خسرو پیروی کرده ایجاد کرد، این همین معنی را دارد که خمسه نویسی من بعد همچون سنت ادبی قبول کرده شد. هفت پیکر باشد در زمینه رویدادهای تاریخی ایجاد شده است. کارنمایی‌های خسروی پرویز، بهرام، اسکندر مقدونی اساس چهره‌های تاریخی را تجسم نکو داده است و پس از حکیم فردوسی در این جاده دست درازی نموده داستان‌های بلندپایه‌ای در خور زمان آفریدنی نظامی گنجوی باعث افتخار ما تاجیکان می‌باشد. نظامی در نوعهای ادبی دیگر هم
ایجاد کرده باشد. هم یک نکته را باید تاکید کرد که شهرت نظامی را در تاریخ ادبیات اساساً خمسه او تامین میکند. یعنی وقتی که ما درباره خمسه هم تو خمسه را به زبان میگیریم، پیش از همه نظامی گنجوی پیش رو میآید، چون که مبتکری این مسئله، یعنی نخست ایجادکار، بنیادگذار این مسئله نظامی گنجوی است. طوری که از نام داستان‌های خمسه برمی آید، سرتاپای این اثر عشق پاک انسانی را در بر میگیرد. شاعر خوشبیان و رنگین خیال تاجیک نظامی گنجوی به قول خودش جهان را صلای عشق داده و شوری در نهاد عالم و آدم افکند. به دلها ذوق تپیش، به دیده ها لذت دیدن دنیای عشق و زیبایی بخشید. یکی از موضوعهای دیگری که در آثار نظامی، هم در آثار لیریکی، ژانرهای خرد لیریکی و هم در ژانرهای لیرو اپیکی پیش گرفته است، این موضوع عشق است. موضوع عشق است که این موضوع برای بشر جاودانه است. این موضوع خاصه در ادبیات ما با تمام جزئیات. عشق را آغاز هست انجام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. این موضوع را تا به حد نظامی احترام دارد در این مسئله که این موضوع را مثلا با تمام جزئیات ستایش میکند. مثلا در مثنوی خسرو و شیرین ببینید، عشق از راه گوش است. یعنی خسرو یک ندیم جهان گشته دارد، درباره ملکه مهیمبانو و خواهرزاده نهایت زیبای او شیرین به خسرو قصه ها میکند. این قصه را شنیده خسرو از راه گوش به شیرین مهر میبندد. سخن چون بر لب شیرین گذر کرد، هوا پرمشک و صحرا پر شکر کرد. ز شرم اندر زمین می دید و می گفت که دل به عشق بود و یار به جفت. چو شاپور آمدن در چاره کار، دلم را پاره کرد آن پاره کار. قضای عشق اگرچه سرنوشت است، مرا این سرنوشت او در نوشت است. چو سیرشته سوی این نقش زیباست، ز سرخی نقش رویم نقش دیباست. مرا کز دست خسرو نقل و جام است، نکی خسرو پناه خسرو غلام است. سرم از سایه او تاجور باد، ندیمش بخت و دولت را برباد. قهرمانان اثرهایش این سیمای جوانمردان وطن دوست و پاک‌طینت، دارای عشق پاک و محبت با ارزش بوده. در برابر این سیمای زنان جسور و پاکسیریش و جسارت مردی داشته را آفریده است. شیرین و نوشابه در برابر زیبا و دلپسند بودنشان باز در حکمرانی همپایه مردان دور بودند. لیلی باشد تا واپسی نفسهای زندگی در عشق اول استوار و جان نثاری کرده است. در سیمای لیلی عاشق شدن و پاس آن را دانستن، یک زن مطیع و فرمانبردار دوران تاریخ فئودالی بوده جسارت بزرگ دانسته می شود. نظامی از زبان سیمای آفریده‌اش می گوید: لیلی بودم ولیک اکنون، مجنون ترم از هزار مجنون. حاکم دربند بویبرس ابن مظفر که شهرت نظامی بسیار پهن می شود، او را به دربند می خواند و چون نظامی نمی رود با او کنیزک هدیه می کند با نام آفاق. کنیزک می گوید نهایت خوشاداب و نهایت خوش جمال بود. بنابراین او را نه همچون کنیز با همچون همسر نظامی انتخاب می کند و از او صاحب محمد نام فرزند می شود که یعنی تربیه فرزند از نظر نظامی در 3 اثر او دیده می شود. به واسطه با محمد مراجعت کرده مثلا او را نصیحت میکند. مخصوصا در لیلی و مجنون او میگوید آن روز که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی، چون سر به آب سر کشیدی. ببینید
نظامی در این اندرزنامه‌اش، در این پندنامه‌اش که به واسطه به فرزندش مراجعت کرده، مثلا او را نصیحت میکند، او ظاهرا این مثلا اندرز به فرزندش باشد، هم عملا این نصیحت به ملت است، نصیحت به ملتش است. خدایا حرفگیران در کمینند، حصار ده که حرفم را نبینند. سخن به حرف نیک و بد نباشد، همه کس نیک خواهد خود نباشد. ولی آن کز معانی بی نصیب است، بداند که این سخن طرز غریب است. بسا منکر که آمد تیغ در موش، مرا زد تیغ و شمع خویش را گوش. نظامی از علمهای زمان مخصوصا دو نوع علمها را ترجیح میدهد، دو نوع علمها را در این اندرزنامه‌اش رجحان میدهد. یکی علم طب را، اونجا علم ابدان میگوید، یکی علم طب را، دیگر علم فقه را. میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، میباش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز. ببینید در اینجا صفت آن علم را نیز قائل است و در این علم ها میگوید نه سرسری بلکه از صدق دل باید مشغول شوید. حفظ سخن ناب، پاکیزه نگاه داشتن آن در وقت ایجاد، آثار ادبی موجز بیانی حقیقت زندگی و خیراندیشی را ترنم کردن و امثال اینها خمسه نظامی از هر دیگر اثر دلنشین، جاذبه‌ناک، خواندنی و همزمان مخزن بیگزندی اندیشه های بلندی اخلاقی می باشد. هدف نظامی گنجوی از آفریدن این اثر افسانه پردازی و اجتنامه نویسی نبوده، بلکه در پرتو مثنوی سرایی نشان دادن سبقهای تاریخی و انسان هاست. از این رو به خمسه نظامی گنجوی پیش از همه باید از زاویه اخلاق و حکمت نگاه کرد که برای جامعه همه دور و زمانها و خلقیت و ملتها کارایی است. بیهوده نیست که این شاهسر ادبیات تاجیک و زبانهای زیاد دنیا ترجمه شده مورد استفاده می باشد. خواننده اشعار ناب ادبیات تاجیک از مطالعه این اثرهای سرشار معانی بکر و اندیشه های پخته منفیت ها برداشت خواهند کرد. نظامی گنجوی با شاهسر بی‌مثلش در رشد و نموی ادبیات کلاسیکی تاجیک سهم ارزنده گذاشت. این زبان و ادب این ملت را تا به گردنها جیلا و تابشی دیگر بخشید.